الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در پیش من خواهشه که خواهران و برادران و مردم ما کردن، یک خواهش بود که چیکار کنیم که همین زندگی فرزندای ما آسوده باشن، چیکار کنیم که همین غم، دقت، تشویش، سرگردانی ها، همین مشکلات هایی که در زندگی هن، اینها مقصد از زندگی های فرزندای ما، از زندگی مردم ما دور رو و فرزندکای ما زندگی خوب، زندگی نیک بیابند. مادران و پدران بسیار عزیز گرامی، من برای بچه هایی که زن میگیرن در پیشون 10 نصیحتی حضرت امام احمد حنبل وقتی بچهش زن میداد، بچهش شیناند، 10 نصیحت برای بچهش کرد. همچنان یکی از سرداران قبیله به نام عوف ابن ملهم که خانم داشت یا زنی داشت به نام امامه، وقتی دخترش شوهر میداد و هم دخترش شیناند و 10 نصیحت برای دخترش کرد. پدران و بسیار مادران عزیز، من این 10 نصیحتی که برای بچه هامان، 10 نصیحتی که برای دخترامون هست، من برای شما گوشزد میکنم. این سخنها سخنهای عادی نیستند. شاید که بسیاری از شما بچه ها را زن دادنی میشین، دخترها را شوهر دادنی میشین، لیکن از این نصیحت ها شما خیلی دورین. از این لحاظ الله که این امکانیت حاضر با شما میتید و شما سخن این بزرگها را وقتی که گوش میکنین، اینها را در زندگی فرزنداتون داخل کنین، کنی بینین که آیا زندگی هاشون با برکات میشود، کو بینین که آیا بهبود در زندگی میشود، کو یک جای نگاه کنیم که آیا عدد طلاق در جامعه ما کم میشه یا نمیشه. از این لحاظ من این مصلحت ها را آوردم و به گوش همه شما کسی که بچه زن میتید یا دادرای عزیز، وقتی که شما زنگیرین، شما این 10 نصیحت را گوش کنین، همین را در زندگی هاتون مطرح کنین، دستور عمل حیاتون قرار دین. و 10 نصیحتی که برای دختر می شود، اینش پیش همو زنی که میگیری پیش وی بگذار. ویم از این 10 نصیحت این مادر بسیار دانا، این مادر بسیار غمخوار، این مادر بسیار مشفق، این نصیحت ها را به زنهاتون رسانید که تا که اونها گوش کنن. شما نصیحت های حضرت امام احمد حنبل شما دادر عزیز گوش اندازین. از این دو عزیز خدا شما استفاده برین، کنی بینین زندگی هاتون چی میشه. میاییم به سر سخنهای. اولا 10 نصیحتی امام احمد حنبل با گویم فرزند ارجمندش. گفت فرزند عزیزم، پدرهای عزیز، کلانترهای بسیار مهربان، طرز معامله را با فرزندت یاد بگیر که این عزیزای خدا را بین چگونه معامله میکنن. فرزند عزیزم، هرگز در حیات عائلوی با سعادت و خوشبختی نائل نمیگردی مگر در صورتی که 10 خصلت را با همسرت ببخشی، پس آن را از من در یادت بسپار و در نگهداری آن حریص باش. چقدر مصلحت بین از ابتدا الکی مراجعت بسیار ملایم قطعی
یکایک با بچهش میشیند و این 10 نصیحتی که من میکنم این 10 خصلت را به همسرت میبخشی. بعدا تو به سعادتی یا به خیری حیاتت حتما میرسی. یکم، فرزند عزیزم، عادتا زنها ناز و کرشمه و هزل و شوخی را دوست می‌دارند. دادار عزیز گوش اندازیم. عادتا زن مردم یکی ناز و کرشمه کردن، یکی هزل و شوخی را بسیار دوست می‌دارند. گفت یکم گفت اینا در نظرت بگیر که همین چیز از خانم تو البته به وجود می آید. یک. دو، و زنها دوست می دارند این که محبتت را آشکار کنی. یعنی آشکار کردن محبت چی است؟ گویی که نامش میگیری یا فرزنددار باشی آچه فلانی گفتم مراجعت میکنی، یا زنک میگوی یا زنک جان میگوی که من تو را دوست میدارم. انا همین را میگد زن بسیار برای خودش یک چیزی عزیز و بسیار چیزی قیمت میدانسته است. پس در دوام چی گفت؟ پس در اجرای این 2 خواهش زن بخیلی مکن، زیرا اگر در اجرای آن بخیلی نمودی میان خودت و همسرت پرده از درشتی و نقصان در محبت قرار میدهی. برادران عزیز ببین، یعنی گفتیم یکم زن ناز و کرشمه و هزل شوخی، 1. 2 اظهار محبت را دوستت میدارم. این 2 چیز را گفت بچم در راست زنت بخیلی نکن، این 2 را بر همسرت ببخش. یعنی بگذار هزل شوخی کنه، بگذار ناز کرشمش برداشت کن، دیگر بگذار برای او بگو که من تو را دوست میدارم. زیرا برادران عزیز و گرامی، یک پیامبر نازنینی که هیبت داشت، وقار داشت، شهامت داشت، بین با این قدر یکی از گویم بهترین موجودات روی عالم بود، پر از غیرت و جسارت بود. وقتی میپرسنش که از همه بیشتر کی را دوست میداری؟ به یگان اطرافش نگاه کردن، یا به یگان گویم اکو امروز با گفتی ما حیا میکنیم یا شرم میکنیم، در حال گفت عایشه را دوست میدارم. گفتن ای پیامبر نازنین، مقصد ما از مردکا بود. گفت پدر عایشه را دوست میدارم. یعنی دوست داشتن پیامبر عایشه را در بین مردم اظهار کرد، نه تنها در روبروی عایشه. از این لحاظ این 2 چیز گفت امام احمد حنبل که بچم اگر عمل کنی و بخیلی نکنی به همسرت بخشی، انمون سعادت دنیا، سعادت زندگی را، شیرینی زندگی را تو در میابی. شما میدونین برادران عزیز که پیامبر نازنین دستش میبرداشت چی میگفت اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر. بین ای برادر عزیز، او برای زندگی ها را خوب شدن به خدا قسم بهترین نصیحت ها داریم، بهترین مصلحت ها داریم. او اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیبی که هست در مسلمانی ماست. اسلام ما بسیار مصلحت های زیبا میده، دین خود ما بسیار برنامه های بهترین افسوس گنده خود مانیم، بدفعل خود مانیم،
پیامبر بین دعا میکنه خداوندا عایشه را گناهاش خطاهاش چی آشکار کرده باشد چی پنهانی کرده باشد همش را ببخش. برادر عزیز کو یک بارک شکلی که در آینه نگاه میکنی و همه عیب و نقصان تا در آینه میبینی کو یک بار در همین سرگذشت حیات ببین ناز و شوخی زن برداشتگی هستی یا کرشمه زن ناز کردن زن برداشت کردگی یا بار هم شد است که تو در حقش دعا کرده باشی یا بار هم شد است که تو بگوی زنه که من تو را بسیار دوست می‌دارم البته تو در دل من جای داری هزار رحمت بر پدر و بر مادرت خدا برکت تیاد. پیامبر نازنین ابین میگه هر کسی در حق شما یک خدمت کرد شما بگین خدا جزای خیر تیاد. ما در عوض اگر همین خدمت زنهایی که ما میکنن ما هم همین زبان شکرینه که پیامبر نازنین داشت اگر داشته باشیم آیا زنها ما را حرمت نمیکنن؟ آیا به قدر ما نمیرسن؟ برادر عزیز فقط از روی انصاف من ایرا به الله مهربان قسم به والله بالله تالله که من ایرا خاص به خاطر خدا شما را گفتم چیزی را خواندستم در پیشتان چیزی را در کتاب ها دریافت کردم برای زندگی شما خوب شدن من این مسئله را آوردستم تا ما را هم برادرای عزیز روزی دراز تلفن هامون چی وای برش پرشیده است چی تلفن ها هر روز گریه خواهرای ما هر روز دادرای ما مقصد از مشکلات های زندگیشان بجان زدن بیزار شدن اما میخواهیم که از همین حالت برآمدن من در کاره انا با همین راه هایی که عزیزای خدا کردن ما میتونیم براییم فهمیدیم یک چی بوده است هزل و شوخی ناز و کرشمه زنه البته برداشت کن قبول کن دو اظهار محبت کن زنه که بگو که دوستت میدارم چی خدمت کرد بگو خدا برکت تیاد الله جزای خیرت داد الله از تو راضی باشد خدا گناهات مغفرت کند خیلی که پیامبر ما کرد قرآن میگه اطیع الله اطیع الرسول الله را اطاعت کن و رسول الله را اطاعت کن نصیحت سیوم چی گفتن عادتا زنها مردهای درشتی تندخوی را دوست نمی‌دارند اما در برابر این مردان از حد زیاد و نرم و خوش رفتار را هم زیر پای میکنند و آنها را مورد سوء استفاده قرار میدهند پس هر صفت را در جای خودش قرار ده. سوم نصیحتی که امام احمد حنبل به چه کرد گفت زن مردی بسیار درشتخوی بسیار زیشت رفتار دوست نمی‌دارد در برابرش گفت مردهایی که اگر بسیار ساده بدن باشند بسیار خوبی بدن باشد اینها را گو با پایمال میکنن برای همین گو بچم میانه همین انتخاب یعنی نه آن قدری که تو را پایمالت کند و نه آن قدری که تو درشت و بسیار حقارت کن و بسیار زیشت رفتار باشی میانش انتخاب کن این نصیحتی سیوم بود. نصیحتی 4 زنان از مردان عیناً همون چیزی را میخواهند که مردان از زنانشان میخواهند از جمله خوش سخنی داشتن ظاهر و پاک و زیبا آراستگی سر و لباس همیشه خوشبوی بودن و غیره پس تو هم در معامله با همسرت همین طور باش چگونه ای که امام احمد حنبل با بچهش گفت میدانی که چگونه ای که تو میخواهی که زنت یعنی در نزد تو سرمه کند اسمه کند
از زیورات طلاییش همش استفاده برد، لباس های تازه پوشد، یعنی سر رویش گویم به یک ترتیب بیارد، یعنی چقدر از هر چیز زیبایی هایی که باشد استفاده برد، خوشبویی کند. انا گو وقتی که تو از زنت که همین خواهی، زنم از مرد همین را میخواهد. برادرای عزیز، یعنی شما هم هرگاهی می‌دارین که خواهشتان همین است که زنهای شما صورتاشون را زیبا کنن، چقدر خداشون را مقصد نقش و نگار کنن، زیبا کنن، که در نگاه تو مقصد وقتی نگاه میکنی یک در تو هم یک خواهشات پیدا شود، در تو هم باز یک محبت و میل پیدا شود. انا عیناً میگد زنها هم همین در مردها میخواهند. یعنی شما هم باید برادرای عزیز دائم خداتون را نگاه کنین، بدنهاتون را بسیار نگاه کنین، لباس های تازه پوشین، خداتون را خوشبو کنین. انا همین میگه خواهشی زنم همینه. من در کتاب ها دیدم که هرگاهی که اگر مرد ببینید میگه خوشبویی میکرده است، پیش مثال از آنه که دست خانم شب دارد و با خانمش یک جا شود، وقتی میگه خانمشم غسل میکنن خوشبویی میکنن، مردم غسل میکنند خوشبویی میکنند. وقتی که مقصد در بستر خوابشون میدرویند، وقتی اونها که یک جا میشوند، صاحبای کتاب میگن که در این حالت میگه از اینا فرزندی بسیار، فرزندی سالم برای صالح بدنش دعا کرد در کار. خیلی که حضرت ابراهیم برای صاحب فرزند شدن گفت رب هب لی من الصالحین، خدایا فرزندی که بر من میتی فرزندی صالح بده، برای صالح بدنش دعا کرد. لیکن برای سالم بدنش میگه انا همین پیش از هم خوابگی انا همین کار کنین، میگه فرزنداتون سالم میآید. این برادران عزیز مصلحتی گویم یا نصیحتی چهارم بود. نصیحتی پنجم، فراموش مکن زنان خانه را برای خود همچون مملکت شاهی می حسابند و چنین تصور دارند که در خانه هایشان بالای تخت شاهی نشستند. سروری آنند. از ویران کردن این مملکت شاهی همسرت بپرهیز و هرگز تلاشی ستانیدن مسند مجازی شاهی را از وی نداشته باش. برادر عزیز، نصیحت پنجمش همین بود است که وقتی زن میگه وارد خانه مرد میشود، همون خانه مرد چگونه ای که شاه برای خودش یک کرسی دارد و همون کرسی را مقصد همچون یک ملک خودش، چیزی خودش وقتی قبول دارد، میگه زنم همون خانه را همچون یک ملک خودش حساب میکنه. یعنی همین خانه گمانش همین است، تصورش همین است که همین خانه ملک من است. میگه در همین هیچگاه میگه مقابل نباش، بگذار خودش را در همین خانه همچون شاه احساس کنه، بگذار گمانش همین باشد که همین خانه مال همین زن میشود. چی باکی ندارد. اصلا شریعت هم را میگه که مرد وقتی که میخواهد زن بگیرد، برای زن باید شرایط، یعنی خانه، جای زیست باید که داشته باشد. یعنی زن این حقوق دارد، این حق را دارد. برای بسیاری ما باید در همین رهبری که میخواهد که همچون یک همین ملک من است، خانه من است، مکان من است، میگه این در طبیعتش است، هیچگاه میگه در او هم مقابلت نشانته. ششم، زنان همیشه دوست می‌دارند که هم دل شوهر را به دست آورند، هم اهل عائله‌شان را از دست ندهند. پس از اینکه خود را به اهل عائله همسرت در یک ترازو قرار بدهی پرهیز نما. هیچگاه به همسرت مگو که یا من یا اهل عائله‌ات، زیرا اگر همسرت ظاهرا تو را از عائله‌اش بالا داند یا اختیار کند، ولی همیشه در زندگی در حالت غم و درد روانی و درونی قرار میگیرد که آن در زندگی هر روزت تأثیر بد را میگذارد.
یعنی هیچگاه میگه بچه‌م نگو که پیش زنک در این خیل پرینسیپ نمان، این خیل شرط نمان، یا من یا خانوادتان، یعنی یا من انتخاب میکنی یا پدر مادرتا یا برادر خواهرتا. این پرینسیپ هیچ وقت میگه بچه‌م نمان، زیرا که حقیقتا برای زن تو هم عزیز باشی، پدر و مادرش هم عزیزه، خواهر دادر اولادش هم عزیزه. اگر میگه زنها به خاطر زندگیشان ویران نشدن، در پیش تو اگر همین شرطی تو را قبولم که کند، لیکن اونها داخلا بسیار عذاب میکشد و او زندگی را که میخواهد با تو نیک کند، خیر کند و یا اجرا کرده نمیتواند، زیرا دل او آرام نیست، در دل او راحت نیست که وقتی تو در برابر مادر او، پدر او یا خواهر و اپی او بسیار مقصد با چشم بد نگاه کنی، یا اونها را هیچگاه در خانه آمدن نگذاری، یا برای اونها مقصد یک پیاله چای بگن، اگر برای یک پیاله چای کردن یگان تیاری نبینی، اینها هم در زندگیاتون بسیار خلل کلان میتد. مصلحت هفتم، چنانه که میدانید زنان از قبرغه کج آفریده شدند. اصلا سیری حسن و جمال و جذابیت زن هم در همین است. این کجی برای زن عیب شمرده نمی شود. درست همان طوری که سیری زیباگی ابرو در کجی آن است. پس اگر رفت و از همسرت خطای سر زد، نباید با تمامی نیرو برای راست کردن کجیش بر وی هجوم نمایی، زیرا راست کردن آن امکان ندارد، بلکه با احتمال زیاد می شکند و شکستن زن معنای طلاق را دارد. برادرای عزیز، همون حدیثی که این المرأة خلقت من ضلع، زن از قبرغه کج آفریده شده است، و گفت همون جذابیت زن هم همین است که وی از قبرغه کج است، یا کج بودن او عیب شماریده نمی شود، زیرا میگه زیباگی ابرو هم در کجی همون است. زیرلحاظ یعنی بعضی خطاها، بعضی لرزش هایی که یا بعضی نافرمانی هایی که زن میکند، میگه با تمام نیرو، یعنی با تمام قوت حرکت نکن که وی راست کنی، زیرا امکان دارد که راست کردنش بشکند و شکستنش معنیش این است که وی تو طلاق کنی. پیامبرمون در حدیث میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کره همینها خلقا رضی منها آخر. میگه جوانای عزیز، غضبناک نشوین در هر یک کار زن. اگر یک کار زن ترا غضبناک کند، کار دیگرش با ترا راضی میگرداند. نصیحت هشتم، سریشت زنان البته با استثناء بر ناسپاسی و اینکار کردارهای کرده های نیک آفریده شده است. اگر با یکی از آنها تمام عمر نیکی کرده، سپس یک مراتبه نسبتش بدی کردی، میگه هرگز از تو نیکی ندیدم. نباید این اخلاق همسرت را وادار سازد که در حقش بدی نمایی و از وی نفرت پیدا کنی، زیرا اگر کدام یک اخلاقش برایت ناپسند آید، حتما از اخلاق دیگرش خوشنود و راضی می شوی. یعنی اگر مبادای بچم در زندگی تو ممکن 10 سال 20 سال 50 سال با این زن زندگی کردی، یک روز مقصد به این چیز نرسید، یا یک روز مقصد یگان گپی بلند زدی، ممکن گشته برای تو گوید که در تمام زندگی من از تو یگان خیر ندیدم، من از تو یگان برکت ندیدم. میگه بچم با این گفته زنم هیچ وقت خسته و ملال نشد، زیرا که این مقصد در سیریشتش هست. اینا باید که وی گوید، زیرا پیامبرم در حدیث دارد که اینها میگویند این سخن را، ولی این سخن هم از جانب اونها جدی نیست. این در یک رفتی معامله است. با پگاه ببین، با همان طرز پیشینه‌ای که داشتین، همون طرز پیشینه‌تون است. نصیحت نهم، زنان در زندگی روزهای دشوار، بیماری، حالتهای ناتوانی را پس سر میکنند. حتی خداوند در چنین حالتها برای زنان سبکی داد، جمع از فرضها را از گردنشان ساقط کرد.
مثلا در حالت حیض و نفاس از گردنشان نماز را مقصد ساقط کردند. پس تو هم بر همسرت در چنین حالتها همچون مردی ربانی کار بگیر که معنا چطوری که خدا برایش سبکی داد، تو نیز در حالت بیماری همسرت فرمانها و طلباتت را کمتر نما. گفت بچم هرگاهی که زن بیمار شد ببین که الله برای اونها سبکی داد. یعنی بین وقتی حیض می شود نفاس می شود نماز گردنشان ساقط می شود. تو هم بچم گو وقتی که اونها بیمار شدن، وقتی می بینی که در اونها یگان خستگی پیدا شد، طلبات بسیار نکن، از او مثال کار بسیار طلب نکن، بلکه در حالت بیماری دستی او را بگیر، در حالت بیماری در پهلوش باش تا وقتی که خداوند با او را شفا دهد. در او حالت مقصد سختی بد نرو، طلبات زیاد نکن، زیرا خدا الله بزرگای چقدر سبکیشان داده، شما هم گفتن سبکی تیه. نصیحت دهم، دانسته باش همسرت وقتی خانه تو می آید دیگر حکم اسیر را دارد، پس در حق وی رحم داشته باش، از ناتوانی هایش درگذر. اگر این نصیحت هایم را اجرا نمایی حتما همسرت برایت بهترین شریک زندگی و نیکوترین متاع دنیا می گردد. برادران عزیز، وقتی میگد بچم این زن خانه تو میاد مثل اسیره، اسیر، یعنی یک آدم بگیم اسیر میگیری، اسیرش با معنای بگیم که رنگ یک آدمی را که دستگیر میکنی و میاری مثال محکم میکنی، یا اینکه بگیم رنگ زلاجنی میگن، این همون نگفتن. برای همین وقتی که این اسیر باشد از بسیاری ناتوانی هاش در بگذر، او را در این حالت ظلم نکو بلکه یاردمش کن. میبینی که در خانه در نسبتش مثال هر خیل از طرف کلانترای و خوردهات بسیار او را دقت میتن، سخنهای هر خیله میزنن، پیش رای اونها را بگیر. انا گفت بچم این 10 نصیحتی که من کردم همینها را در گوشت بگیر، در زندگی عملی کن. ببین این زن گفت بهترین نفر در زندگی برای تو می شود. منم دادر عزیز در ابتدا چگونه ای که گفتم من به خاطر خدا ای را برای تو مصلحت دادم. این سخن منم نبود، این سخن امام احمد حنبل که یکی از صاحبهای مذهب است، یکی از نفرهایی که خیلی و خیلی از روی دنیا پیروی از امام حنبل میکنن، این سخنهای وی بود برای بچهش. وی هم از پیش خود نگفته است، اونم اینها را از آیت و حدیث ها جمع کرد تا زندگی بچهش زندگی خوشبختانه شود. از این رو دادر عزیز سخنهای مرا خوب گوش کرده باشین، همین را در زندگی مطرح کنید. الحال انشاءالله من یک زمانک تلفظ میکنم. باز برنامه دویمم مادری که دخترش وقتی شوهر میداد چگونه او را گسیل کرد و چی توصیه ها داد که با شوهر چگونه باش. پس زن و مرد این نواره این برنامه را پیشتان مانینو، مردک هم گوش کند، زنک هم گوش کند، همین را دستور عمل قرار تین که بینین همی سخنهای عزیزای خدا که همه آیت حدیث است. آیا در زندگی شما یگان بهبود خیر میارد یا نمیارد؟ من گمان نه، من اکثرا انشاءالله اعتقادم بر همین است که اگر با این نکته هایی که اشاره شد شما انجام تین زندگی هاتون گل میگردد. انمو شیر و شکری که میگین انمو شیر و شکر در شما پیدا میشود. الله مهربان توفیق تان کرد که این نصیحت های عزیزای خدا را شما در زندگیاتون استفاده برین و زندگی های خوب و نصیب شوین و آینده که این معاملای نیک که شما در فرزنداتون تاثیر دارد، خدا فرزندای شما را هم فرزندای خوب بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله